خب دوستان خوش اومدید. امروز میخوایم بریم صاف وسط یکی از نفسگیرترین و شاید پنهانی‌ترین رقابت‌های تکنولوژیکی که همین الان داره اتفاق میفته. صحبت از مسابقه برای محافظت از کل دنیای دیجیتالمون در برابر یه تهدید خیلی خیلی جدی. این جمله یه جورایی شده شعار اصلی هکرها و حتی بعضی دولت‌ها. فکرشو بکنید، همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم، اونها دارن بی سر و صدا کوهی از اطلاعات رمزگذاری شده ما رو جمع میکنن و یه گوشه انبار میکنن. یعنی از ایمیل های شخصی و اطلاعات بانکی شما گرفته تا محرمانه ترین اسرار دولتی، همه داره ذخیره میشه. خب شاید از خودتون بپرسید چرا این همه دردسر برای دیتایی که قفله و نمیتونن بخوننش؟ سوال خیلی خوبیه. جوابش اینه که اونها منتظر یه چیز خاصی هستن، منتظر یه ابزار، یه جور شاه کلید که قول داده تمام قفل‌های دیجیتالی که ما امروز میشناسیم رو مثل آب خوردن باز کنه. و اون ابزار چیزی نیست جز کامپیوتر کوانتومی. دقیقاً همون شاه کلیدی که گفتم. یه ماشینی که پتانسیل اینو داره که هر دری رو باز کنه. اما سوال اینه، این قدرت دیوانه‌وار واقعاً از کجا میاد؟ چطور کار میکنه؟ ببینین، تفاوت اصلی اینجاست. کامپیوترهای عادی ما با بیت کار میکنن. بیت مثل یک کلید برقه، یا روشنه، یک یا خاموشه، صفر، همین. ولی کامپیوترهای کوانتومی از کیوبیت استفاده میکنن. کیوبیت خیلی فرق داره. به خاطر یه پدیده جادویی به اسم برهمنهی، یک کیوبیت میتونه همزمان هم صفر باشه، هم یک باشه و هم یه ترکیبی از هر دو. انگار کلید برق ما هم روشنه، هم خاموشه و هم یه جایی بین این دوتا. همین قابلیت به ظاهر ساده قدرت محاسباتی رو به معنای واقعی کلمه منفجر میکنه. برای اینکه یکم حس کنید داریم در مورد چه مقیاسی صحبت میکنیم، به این عدد فکر کنید. یک کامپیوتر کوانتومی که فقط 300 تا کیوبیت داشته باشه، فقط 300 تا، میتونه حالتهای بیشتری رو همزمان در خودش جا بده تا کل تعداد اتم‌هایی که توی کل جهان قابل مشاهده وجود داره. یعنی اصلا مغز آدم سوت میکشه. این یه جهش محاسباتیه که شبیه هیچی نیست. خب این قدرت عظیم و سرگیج‌آور به چه دردی میخوره؟ خب یکی از اولین و خطرناکترین کاربردهاش یه هدف خیلی مشخصه. شکستن همون رمزنگاریه که امروز کل زندگی دیجیتال ما بهش وابسته است. ببینید تقریباً تمام امنیت اینترنت امروز از بانکداری آنلاین گرفته تا پیام‌رسان‌ها روی یه چیزی به اسم رمزنگاری کلید عمومی یا RSA سواره. این سیستم اساساً یه قفلی که کلیدش یه مسئله ریاضی فوق‌العاده سخته. مسئله اینه، من به شما یه عدد خیلی خیلی بزرگ میدم و شما باید 2 تا عدد اولی که در هم ضرب شدن تا این عدد به دست بیاد رو پیدا کنید. برای کامپیوترهای معمولی این کار تقریباً غیر ممکنه. چقدر سخته! اینقدر که اگه امروز قوی‌ترین ابر کامپیوتر دنیا رو هم به کار بگیریم، برای شکستن یک کلید رمزنگاری امروزی چیزی حدود 16 میلیون سال باید صبر کنیم. برای همینه که الان خیالمون راحته که اطلاعاتمون امنه، البته فعلاً. اما کامپیوتر کوانتومی قرار نیست 16 میلیون سال صبر کنه. اون اصلا با زور جلو نمیره. با یه ترفند فوق‌العاده هوشمندانه به اسم الگوریتم شور کار رو تموم میکنه. این الگوریتم به جای اینکه همه ی حالت‌ها رو امتحان کنه، از همون قدرت کوانتومی استفاده میکنه تا یه الگوی تکرار شدنده مخفی رو توی اون مسئله ریاضی پیدا کنه. یه جورایی یه راه میانبر کشف میکنه و نتیجه کاری که برای ابر کامپیوترهای ما میلیون‌ها سال طول میکشه، برای یک کامپیوتر کوانتومی قدرتمند شاید فقط چند ساعت یا حتی چند دقیقه وقت بگیره. این یعنی بازی تمومه. خب اینجاست که داستان ترسناک میشه. ولی نگران نباشید، مسابقه 2 طرفه است. حالا که تهدید رو کامل شناختیم، بریم سراغ راه حل‌ها. و نکته جالب اینجاست که یکی از اولین راه‌های دفاع اینه که با آتیش بجنگیم، یعنی از خود مکانیک کوانتوم برای دفاع استفاده کنیم. به این روش میگن توزیع کلید کوانتومی یا QKD. توی این روش ما دیگه با مسائل سخت ریاضی سر و کار نداریم. امنیت اینجا از یه جای خیلی محکم‌تر میاد، از خود قوانین بنیادی فیزیک. ایده‌ش اینه که یک کانال ارتباطی بسازیم که از نظر تئوری هک کردنش غیر ممکن باشه.
چطوری؟ با استفاده از یه اصل خیلی عجیب و باحال فیزیک کوانتوم به اسم اثر مشاهده‌گر. ببینید، توی دنیای کوانتوم شما نمیتونید به یه چیزی نگاه کنید بدون اینکه تعبیرش بدید. نفس عمل نگاه کردن اون چیز رو عوض میکنه. پس اگه یه هکر بخواد وسط راه کلید مخفی ما رو بدزده و بهش نگاه کنه، ناخواسته یه رد پا از خودش به جا میذاره. انگار یه دزدگیر لیزریه. به محض اینکه کسی ازش رد بشه، آژیر خطر با صدای بلند به صدا در میاد. اما QKD تنها راه حل روی میز نیست. در واقع الان 2 مسیر اصلی برای رسیدن به امنیت کوانتومی داریم. یکی همین مسیر سخت افزاریه، یعنی استفاده از تجهیزات جدید کوانتومی مثل QKD، اما یه مسیر دیگه هم هست که شاید حتی مهمتر باشه، مسیر نرم افزاری. یعنی اینکه بیایم کلاً الگوریتم‌های رمزنگاری جدیدی بنویسیم که از اول جوری طراحی شدن که حتی کامپیوترهای کوانتومی هم نتونن بشکننشون. خب، بیایید روی این راه حل دوم که بهش میگن رمزنگاری پسا کوانتومی یا PQC بیشتر تمرکز کنیم، چون به نظر میرسه دنیا بیشتر داره به این سمت حرکت میکنه. ایده اینه که بیایم از پایه و اساس قابصندوق‌های دیجیتالی جدیدی بسازیم. برای اینکه پیچیدگی این رمزنگاری جدید رو درک کنید، این تصویر رو تو ذهنتون بیارین. تصور کنید میخواید توی یه شهر با 1000 تا بعد آدرس پیدا کنید. نه 2 بعد، نه 3 بعد، 1000 بعد. حل کردن مسائل ریاضی این رمزنگاری‌ها دقیقاً همینه. یه قدم اشتباه توی یه بعد شما رو توی 999 بعد دیگه کلاً گم میکنه. این یه سطح از پیچیدگیه که حتی برای کامپیوترهای کوانتومی هم یه کابوسه. یکی از معروفترین این روش‌های جدید رمزنگاری مبنی بر شبکه است. امنیتش بر اساس یه مسئله به اسم پیدا کردن نزدیکترین بردار توی همین فضای چند بعدیه. حالا اون تشبیه نقشه رو یادتونه؟ اگه شما کلید مخفی رو داشته باشید، انگار یه نقشه عالی و دقیق از این شهر 1000 بعدی دستتونه. راحت راهتون رو پیدا می‌کنید. ولی اگه فقط کلید عمومی رو داشته باشید که همه دارن، انگار یه نقشه خط خطی و به هم ریخته بهتون دادن که پیدا کردن مسیر باهاش عملاً غیر ممکنه، حتی برای کامپیوتر کوانتومی. و فکر نکنید اینا همش تئوریه ها، نه اصلاً. این یه اتفاق واقعیه که همین الان داره میفته. مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا یا همون نیست که یه جورای استانداردهای دنیا رو تعیین میکنه، همین چند وقت پیش اولین سری از این الگوریتم‌های پسا کوانتومی رو انتخاب و تایید کرده. این الگوریتم‌ها قراره استاندارد جدید امنیت در سراسر جهان بشن. این یعنی دنیا داره خودش رو برای این آینده آماده میکنه. پس مسابقه رسما شروع شده. یک طرف کدشکن‌ها با قدرت باور نکردنی کامپیوترهای کوانتومی که میتونن هر قفلی رو باز کنن و طرف دیگه کدسازها با نبوغ ریاضیدانها و مهندس‌هایی که دارن قفل‌های نشکن آینده رو میسازن. این یه رقابت تنگاتنگ و پنهانیه که نتیجهش آینده امنیت دیجیتال تک تک ما رو مشخص میکنه. سوال اینه، تو این مسابقه شما فکر میکنید کی برنده میشه؟